آقا جان، بازی تیم سابقت اومدی، چطور بازی رو دیدی و نیمه دوم چطور ارزیابی می‌کنی؟ به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون. والا خب، تیم سابق من همیشه یه تعصبی دارم نسبت به داماش. معمولا بازیایی که تو تهران انجام میشه رو بتونم حتما میام بازیشون رو میبینم. بازی رو خدا رو شکر علاوه نتیجه خوب بود، 2-1 الان جلویم. اولش یه ذره شل گرفته بودن، دست کم گرفته بودن، ولی بعد اینکه گل خوردن خدا رو شکر به خودشون اومدن و تونستن نتیجه رو جبران کنن. جان الان چیکار میکنی؟ شنیدیم به عرصه مربیگری ورود کردی، با اینکه باشگاه اگه اشتباه نکنم یه پیشنهادی هم از سوی داماش داشتی. بله، لطف داشتن، باشگاه با من صحبت کردن، ولی متاسفانه من چون 2 تا قرارداد بسته بودم با ویستا توربین و با شهرداری آستارا، دیگه نمیتونستم بازی کنم. از یه طرفم که یه مسئولیتی برای گردنم به وجود اومد و دیسک گردن گرفته بودم، سخت بود برام. ولی بازم با اون شرایط اگه 2 تا قرارداد نمیبستم، بازم با اون وضعیت هر کمکی از دستم برمیومد میتونستم بیام و انجام بدم، ولی متاسفانه نشد اینجوری. الان وارد عرصه مربیگری شدی، درسته؟ یه نیرو زمینی 6 هفته آخر رفتیم و با کار کردیم، ولی میگم همون 6 هفته بوده. فعلا قطعیت جایی فعلا نرفتیم. نه. دلت برای هوادارهای داماشون جهانگیرشاه و اینا تنگ نشده؟ چرا؟ من خودتون دیگه میدونید دیگه، من هر جا برم همش اسمی از داماش میبرم، چون واقعا لذت میبردم. هیچ تیمی، من 16 تا تیم عوض کردم، هیچ تیمی اندازه داماش به من لذت نداد بازی کردن توش. و اینکه هواداراش هنوز بعد از 10 سال که گذشته هنوز به من محبت دارن، تشویق میکنن، دمشون گرم. هیچ جای ایران فکر نکنم همچین هواداری دارن. واقعا دلم تنگ شده براشون. امیدوارم این تیم که لیاقتش خیلی بیشتر از ایناست برگرده به سطح اول فوتبال و اون شور و هیجان اون هواداره رشتی رو ببینیم.